به همه تاجیکستانیان بخیر. میخواهم که دختران تاجیک باید بیایند در برابر مردک‌ها محنت کنند. وقتی که در همین گیس روغن کار میکنیم. نادیره کار جای او در دیده بود، اکنون به دلها رفته است. آب آتش می شود از قدرت مردان کار، آتش از آب خیزد، نور کوهستان شود. ولی این لحظه ما از زندگی نامه زن قصه میکنیم که در میدان حرب از یگان مرد کمی نداشت. از افتش استاد روانشاد لایق همین گونه زنها را پیش رو آورده فرموده بودند: زنان مردانه با ها عشق ورزند. دریچه آشنایی اشرف بکوه نادیره روشن بکونه. نادیره اپا زاده بدخشان آوازدار است که سال 1976 کار را در کلان مکانیکانیده شده سیار رقم 148 در شهر خارو همچون ساختمانچی آغاز کرده، از حساب دختران فعال اطراف بریگاد مخصوصی ساختمانچی دختران را تشکیل داد و با آنها سروری میکرد. بعد به نیروگاه برق آبی پامیر به کار گذشت و 21 سال آنجا فعالیت داشت. از سال 2009 در ریاست ساختمان اساسی نیروگاه برق آبی راغون کار کرده است. این کارخانه برای شما بسیار عزیز است، چون که در اینجا تقدیر آینده ها طرح‌ریزی می شود. شما همچون شاهد در این باره به مردم، با آن کسانی که یگون بار اینجا نبودن، چی گفتنی های خاصه دارید؟ من برای مردم تاجیکستان عزیزم میگویم که ساختمان کلانترین عصر 21 تاجیکستان میباشد و هر کس نمیتواند در همین ساختمان کار کردن. برای همین برای خلق میگویم که بیایند کار کنند، ساختمان را به انجام میتونند. دلاگاه هر وقتی در ساختمان بزرگ عصر با او وامی خورم دلم روشن می شود و باور می کنم که آینده این سرزمین و آیندگانش روشن است. خاصه صحبتش درباره راغون که از محبتش به این کارگاهی ملت‌زا شهادت می دهد کس را به عالم افسانه می کشد. نصیحتنامه بزرگان را سر این طرح تقدیرساز ملت بسیار زیبا و بمورد و نشانرس استفاده می کند که دل مصاحبش را گرم و امیدش را به آینده قوی می سازد. من شنیدم که شما تیاری به نفقه دارید. اگر امکان میشد حقیقتا هم به نفقه میرفتید یا تو به انجام رسیدن ساختمان اینجا فعالیت کردن میخواید؟ خوشبختترین آدمم که در همین نوع براغون کار میکنم و نمیخواهم که به نفقه برویم، چون که من 41 سال سابقه کاری دارم در مابین مردک‌ها، در مابین سنگ و سلاخ و در مابین ترکیش و سیل کار کرده هستم. نمیخواهم که از کلکتیو دور روم. خیلی که سراینده خوش‌آواز سریا و قاسم و گفته بود که من از کاروان قفا ماندم، گریستم در این روی کلام ماندم، گریستم و منم نمیخواهم که از کاروان قفا مانم. من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش. هیچ فرصت بیخبر، در هر چی باشی زود باش. کارهای بزرگ را عمل می باید، نه اندیشه بی آخر. کسی می تواند کار می کند، کسی نمی تواند نصیحت.
موجیم که آرامی ما عدمی ماست، ما زنده از آنیم که آرام نگیریم. واقع بین دلداده دیار است و هوادار رشد تاجیکستان. استقلال کشور را بزرگترین هدیه آفریدگار به ملت می‌داند و مثالهایش رد نشونده‌اند و نهایت جالب و نشانرس با دلایل رویارو. واخری‌هایش را با شاعرش زنده‌یاد شیرین بنیاد زود به خاطر می‌آورد. از شادروان شیرین بنیاد باری پرسیدند از زمان طلایی شوروی که از 4 ساکن پامیر صاحب معلومات عالی بود و در جهان یکی از جایهای بهترین را می‌گرفت، و این زمان که ساکنان پامیر از پی تشویش نان به کجاهای سرگردان شده می‌روند چه اندیشه دارد؟ تبسم کرد، گویا جواب دادن نخواست. حقیقتا همچنین زمان را با این دور پریشانی قیاس کردن مشکل است، خاصه برای شاعری که از برای خلقش می سوزد. گویا به شاعر کمک کردنی شد مصاحبش. براستی دوره های آخر من هم در این باره بسیار اندیشه می کنم. با همان تبسم ازلی افزود شاعر شیرین کلام. اما حیران می شوم که چرا آدمان حقیقت رویارو را انکار نمی شوند. یعنی همان سالهای طلایی یادآور شده من در یگانه کوچه مرکزی خاروخشهر آواز نقلیات را بازم پزمان می شدم. گاهی در 1 ساعت هم 1 ماشین از اینجا نمی گذشت. اما حاضر برای عبور کردن همان کوچه مرکزی بعضا ساعت انتظار شدن در کار می گردد که قطار ماشین ها لحظه توقف کنند و راه را پیاده‌گرد عبور نماید. به هر حال مصاحب چیزی گفتن می خواهد، اما شاعر شیرین کلام بازم سخن او را قطع می کند. در یگانه بازار زمان شوروی خاروخشهر همگی 1 نازفروش قرغیز فعالیت داشت و خلاص. امروز هر سر قدم 1 مرکز سودا و تجارت عمل می کند و در دکانهایش غیر از جان زنده آدم همه مال و اموال عالم را دسترس کردن ممکن. ما باشیم آرزوی بازگشت نوبت پایه های به آخری در این مغازه های خراباری شوروی را در دل می پروریم. به هر حال باز هم مصاحب او را ترغیب کردن می خواست. به هر حال انصاف باید داشت. دست افشان شاعر. ما راغون را می سازیم و راغون آینده ما و پساوندانمان را تأکید می کند و همکارانش، و اطرافیانش، با کل هواداران طرح تقدیرساز دیار و ملت. این طرح عادی نیست برادران، و نه تنها دیار ما را آینده آباد می دارد و پیش می برد، بلکه تقدیرمان را از دیگر می سازد. تقدیر را اصلا تدبیر کردن نمی شود، اما راغون این عنعنه اثبات شده را ویران کردن دارد. ما با عملی شدن ساختمان راغون تقدیر آینده دیار و فرزندانمان را از دیگر می سازیم. راغون چراغ دل هاست. بله، راغون حقیقتا هم روشنگر خانه و در و حتی دل و دیده ما نیز هست. هر وقت سری این طرح تقدیرساز و ملت‌زا می اندیشم، چون نادره بنیادگذاران پیش رو می آیند و دلم روشن می شود. سر تا پایم را یک حس فارم فرا می گیرد که از کف پا تا موی سر به خیالم به شادی می درآید و مرا هشدار می دهد این حس و هیجان مقدس را عزیز و گرامی دارم و به اختیار ناله شیرین از رگ و پیوند و پرواز می آید. ما راغون را می سازیم. عشق آباد. هر سنگ چوب این انشاءات تقدیرساز ملت به نظر من همراه بنیادگذارانش که در صف پیش نادره اشرف بیک و قرار داشت سرود عشق میخوانند، عشق میگویند، عشق میسرایند و هواداران را به عشق آباد میخوانند و به فرموده شیخ سعدی امروزیان و آینده ها را در قبال این کارخانه بنیادی کشورساز و ملت‌زا هشدار میدهند.
قوت رایان است که دخل فردا امروز بکارد و کار امروز به فردا نگذارد. ولی افسوس، هزار افسوس که عمر وفا نکرد و نه او نمرده است. جای او در دیده بود، اکنون به دلها رفته است. میخوام که کار ما برار گیرد، بله. گیس نو براهم به استفاده داده شود. تاجیکستان ما همه وقت مثل ستاره های آسمان نورافشان باشد.